سلام دوستان گل، سال نوتون مبارک. یه پیامی دارم از طرف ما روستایی‌ها به فامیل‌های شهری. مطمئنم که با امید خدا میخواین بین 12-13 روز اینجا بمونین. یه چند تا نکته یادداشت کردم که ان شاءالله یا رعایت کنین این 12-13 روز به خوبی و خوشی بیا بگذره. مورد اول، آوردن دمپویی. اما ما خودمون 2 تا دمپویی داریم. نمیتونیم به 40 تا آدم دمپویی برسونیم بندازن تیپاشونو برن. خب دمپویی با خودت بیار. مورد دوم، آوردن شارژر. ما خانواده‌مون 5 نفریم، یه شارژری داریم هم استفاده می‌کنیم. نمیتونیم برای 40 تا آدم دیگه هم شارژر استفاده کنن. خب هی گوشیشون بزنن شارژرت بکن تو کیفت، خواهشاً بیار، دست درد نکنه. مورد سوم، آوردن لباس زیر شلواری. ما 2 تا زیر شلواری دارم، یکیشم پاره‌ایه. اگه پیرنم در بیارم شما با عنوان زیر شلواری کنین پاتون. بکن تو کیفت، بردار زیر شلواریت هم بیار، دست درد نکنه. مورد چهارم، خوردن وعده شام دوبار نداریم. چی خبرم؟ ساعت 8 و 9 شب یه رو غذا بخور، ساعت 11 بگیر بخوز. ساعت 12 شب میگه من شام میخوام، سیر نیستم، گشنمه، دلم غرغر میکنه. بوده دست ما نیستم. مورد پنجم، نصف شو چوی نداریم. چوی 7 میخورن، ساعت 8 میخورن، 9 میخورن. یک شو میگه چوی دم کوتا بخوریم. چه خبره؟ چوی نصف شو نداریم. مورد ششم، ساعت 11 و نیم شو ما خونیم، ما خاموشیه. نمیتونیم تا 3 نصف شو پیش جناب عالی بشیم. صبح پاشیم بریم سر کارمون. خانم باید باشه غذا آماده کنه، جناب عالی چه تا لنگی زور خوبی. 3 شو خو نمیشه. 11 و نیم با امید خدا بگیرید بخوابید. مورد هفتم، برای هموم حتما شامپوی مخصوص خودتون بیارین. اما ما روستایی‌ها فقط شامپو شبنم استفاده می‌کنیم. اینجا اومدید دنبال شامپو فلان و بیسانه چه نگردین، شامپو خودتون برای خودتون بیارید. مورد هشتم، آجیل و شیرینی و میوه روز اول مهمونی به شما تعلق میگیره. هر مهمونی که اومد خدا بالا جلو جناب عالی میوه و آجیل و چه نمیذاریم. نه قیمت خبر نداری. بیا شما جز مهمون حساب نمیشین روز دوم و سوم. مورد نهم، فقط شب اول افتخاری رخت خواب براتون پهن می‌کنیم. شو دوم و سوم مثل کلبوک سیخ وای نسین که ما جاتون بیاریم پهن کنیم. خودت برو جات بیار پهن بکن، بخوز با امید خدا، دست در نکنه. مورد دهم، صرف غذا به صورت منو باز نیست. 20 نوع غذا نمیپذید. شو یه نوع غذا پخته میشه، زور یه نوع پخته میشه، ان شاء الله همون استفاده کنین و لذت ببرین. یهو میگه اگه یه آش دوغی هم بید بد نبید. و نیست بید، خب میادین بخورین. نیست. مورد 11ام، مثل قدیم صبح از یه سینی چدنی بزرگا مثل تخم مرغ نون محلی و چه خبری نیست، او توقع نداشته باشه. یه خواهی یه تخم مرغ زندگی بدین با امید خدا استفاده کنه و لذت ببر. مورد 12ام، موقع پخت و تهیه غذا و شستن ظرف از هر خانواده یه نفر باید بلند شه خدمت کنه. این نیست که یه نفر بپزه و گوشو بره یه طیفی یه لشکری بعد از 13 بدن بخواد دیسک کمرش عمل کنه. این خبرا نیست. پاشو گوشو پاشو بپز، کمک کن، برو خونه داد باشه یزید پلیسی. مورد 13ام، بچه‌ی کوچیکتون بار اول اذیت کنه هیچ اشکالی نداره. بار دوم هم خبری نی. بار سوم چنان پس کله ازش میزنیم، چنان پشت دست میزنیم که فقط بوام کنه و بره که تربیت یاد بگیره چطوریه. یه واسهتون باشه بچه‌تون همین حالا گوشش پیچی بدید. مورد 14ام که از همش هم مهمتره، این کنترل تلویزیون و انتخاب شبکه با صاحبخونه. ما هم انتخاب میکنیم چه شبکه‌ای نگاه کنیم. جناب عالی خیلی سر مهمونی. تقدیر و تشکر میکنم از توجهتون. ان شاءالله این کلیپو ارسال کنین برای همه تا آگاه باشین و بدون موقعی که میان خونتون کامل رعایت کنین که بدون بحث و گفتگو ان شاءالله این 12-13 روز به خوبی و خوشی بیا بگذره و تموم بشه. آخه خدای خودت کمک کن که به خوشی بگذره و تموم بشه. یا حق